آنچه که مسلمان نباید از آن ناآگاه بماند. این نام کتاب است که الکی با همراهش من از این کتاب ما یک چند موضوع را گرفت در بیان ایمان گرفتیم، ارکان ایمان، شکننده های ایمان، افزایش ایمان اگر در یادتان باشد. اکنون امروز با همراهی شمایان ما از این کتاب مبارک در بیان اسلام و مسائلی که در این بیان شده است در این کتاب سخنرانی خواهیم کرد. در اینجا مؤلف حفظه الله تعالی در بیان اسلام می‌فرماید که اسلام این اطاعت و تسلیم الله شدن است. اسلام این استسلام لله بالتوحید و انقیاد له بالطاعه و براءت من الشرك و اهله. یعنی اسلام این اطاعت و تسلیم شدن در برابر فرمان الله سبحانه و تعالی با توحید، با یکتاپرستی و اطاعت کردن از او سبحانه و تعالی با فرمانهای او و بیزاری جستن از شرک و اهل شرک. و دین اسلام دین ابدی الله سبحانه و تعالی قرار گرفته است برای تمام مردم، برای تمام عالمیان است. و اسلام به دو معنا می آید. اسلام به دو معنا می آید. اول معنای عمومی، عام میگویند معنای عمومی. معنای عمومی اسلام این پرستش الله متعال، تنها پرستش او سبحانه و تعالی بدون شریک ساختن. اسلام به معنای عام که دین تمام پیامبران، هر پیامبری را که در هر دو زمان الله سبحانه و تعالی در هر زمان روانه کرد و پیروان آنها از این پیامبران پیروی کردن، این را اسلام عام میگویند. اسلام عام در هر دور و زمان هر پیامبر از او اطاعت و فرمانبرداری کرده میشد. گروه از مردم بودند که هدایت را میپذیرفتند، این را اسلام عام میگن. آنها در زمان خود، در زمان پیامبران خود آنها مسلمان بودند. اما اسلامی خاص باشد این پرستش الله سبحانه و تعالی با شریعتی که محمد صلی الله علیه و سلم آورده است، با آن کلام الله سبحانه و تعالی، با آن قرآن. و این اسلامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم با این قرآن رحمت از برای عالمیان آمدن، شریعت های پیشین پیامبران را نسخ کرده، که آنها را از بین برد، چون آنها تحریف و تغییر داده شدند و در جای آنها این شریعت پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد. الله این را فرستانید برای مکمل ساختن افکار و اندیشه های مردم و آنها را نیکو گردانیدن. الله خیرتون دهد. پس اسلام، رکن های اسلام 5 تاست. اسلام 5 رکن دارد، چگونه که در حدیث مشهوری که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده است، حدیث ابن عمر است. گفتن بنی الاسلام علی 5، اسلام با 5 چیز بنا شده است: بر شهادت با لا اله الا الله و محمد رسول الله، که این شهادت از دو شاخه عبارت است: لا اله الا الله و محمد رسول الله، و برپای داشتن نماز و دادن زکات و روزه ماه شریف رمضان گرفتن و حج خانه الله سبحانه و تعالی را نمودن. این از رکن های اسلام. رکن های اسلام. پس ارکان اسلام چند تا بود است؟ 5 تا. یکم شهادتین، گواهی دادن به یگانگی الله سبحانه و تعالی و پیامبر صلی الله علیه و سلم. دوم برپای داشتن نماز و ادای زکات و روزه ماه شریف رمضان گرفتن و حج خانه الله را کردن. پس رکن اولی از این ارکان اسلام این شهادتین بود. گفتیم شهادتین بود. شهادتین دو شهادت. این دو شهادت انسان را در اسلام داخل می نماید. این دو شهادت یک دریچه است که تو را داخل اسلام قرار می دهد. تو ای بنده داخل اسلام قرار می گیری. اولا شهادت به لا اله الا الله. این شهادتین از دو شاخه عبارت است، چون که بیان کردیم. اولا شهادت بر لا اله الا الله، این معنیش اقرار کردن که تنها الله تعالی شایسته پرستش و عبادت است و هر آن چیزی که جز او عبادت کرده می شود و جز او سر تعظیم فرض آورده می شود باطل به اساس است. پس این کلمه شهادت، این کلمه لا اله الا الله با خود شرط های دارد. علما رحمهم الله تعالی این کلمه شهادت با لا اله الا الله را که رکن اولی از اسلام است، شاخه اولی از این است، 7 شرط دارد. شرط اولی آن علم است، دانستن معنای این کلمه بر نفی و الاثبات، بر نفی و الاثبات. دوم یقین به آن که شک و شبهه در آن قرار نگیرد. سوم صدق و راستی که آن ضد نفاق است. و چهارم اخلاص در این کلمه که اخلاص ضد شرک است یا که ضد آن شرک است، نفی کردن شرک. پنجم قبول این کلمه که ضد قبول این رد کردن است، نپذیرفتن این کلمه. ششم اطاعت و فرمانبرداری به حقوق آن و ضد اطاعت فرمانبرداری این روی گردانیدن است، روی تافتن است و دور شدن است. و هفتم این دور شدن، دوست داشتن آن کلمه و آنچه که این کلمه طلب می نماید و ضد این دوست داشتن این نفرت نمودن است. ضد دوست داشتن این نفرت نمودن است. بارک الله فیکم. اینا چی بودن؟ اینا شرط های کلمه لا اله الا الله. اولا علم، ضد آن جهل است. دوم یقین، ضد آن شک و شبهه است. سوم صدق و راستی، ضد آن نفاق است. چهارم اخلاص، ضد آن شرک است. پنجم قبول، ضد آن رد است. ششم اطاعت، ضد آن روی گرداندن است. و هفتم دوست داشتن که ضد آن نفرت داشتن است. و قسم دومی از شاخه این لا اله الا الله این محمد رسول الله است. و معنی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم چیست؟ طاعته فيما امر و
تصدیقه فيما اخبر و اجتناب ما عنه نهى و زجر و الا يعبد الله الا بما شرع. معنای شهادت بر محمد رسول الله چی را تقاضا میکند؟ معنیش اقرار کردن بر این که پیامبر الله صلی الله علیه و پیامبر گرامی آخرین پیامبر است و شریعتی که او آورده است پیروی کرده می شود و باید از امرهای او صلی الله علیه و سلم اطاعت فرمانبرداری کرده شود و از هر آن چیزی که او صلی الله علیه و سلم من و نهی کرده است از آن باید انسان دوری بجوید، براءت بجوید و هر آن چیزی که او صلی الله علیه و سلم خبر داده است باید تصدیق نماید و الله را عبادت نکند مگر با آن شریعتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده است. این رکنی اولی از اسلام است که دانستن این انسان را داخل اسلام می‌گرداند. بدون این اسلام انسان نمی‌تواند مسلمانی خود را اثبات نماید. بعد این رکن دومی از ارکان اسلام این نماز است، از مهمترین عبادت ها بعد از کلمه شهادتین که بدون کلمه شهادتین دیگر اعمال قبول نمی‌شود. مهمترین آن بعد این نماز است. این نماز است که بدون نماز هم انسان مسلمان شده نمی‌تواند و نام اسلام از او برداشته می‌شود. بارک الله فیکم. که قبول شدن آن یعنی قبول شدن این نماز با شرط‌های زیرین است. اولا طهارت یعنی پاکیزگی، برای آنه که این رکن دومی از اسلام که نماز است بدون آن انسان نمی‌تواند مسلمان خود را به حسابد. پس این رکن دوم چی بوده است؟ نماز بوده است که نماز با خود شرط‌های دارد از برای قبول شدنش. یکم پاکیزگی، طهارت کامل که این طهارت با خود شرط‌های دارد. اولا طهارت از حدث اصغر، به وضوئی خرد هر چه که از پیش و پس میبراید، باد باشد، قضای حاجت باشد و این تازه نمودن، این طهارت نمودن، این پاکیزه نمودن از حدث اصغر با وضو گرفتن صورت میگیرد. دور کردن حدث اصغر با وضو گرفتن صورت میگیرد و برطرف میشود. اما حدث اکبر باشد که غسل را بر انسان واجب میگرداند، با وضو گرفتن برطرف نمیشود، بلکه واجب است که انسان غسل نماید و این وضو با خود نواقض دارد، یعنی که چی چیزهایی که وضو را میشکند و طهارت انسان را باطل میسازد. اولا هر چی که از پس و پیش میبراید و بعد هم در این داخل میشود. دوم خروج منی یک آب قبض است که هنگام شهوت از بدن انسان بیرون میگردد. یا مذی آب است که هنگام بازی کردن با همسر بیرون میگردد. سوم لمس کردن عضو تناسلی با شهوت یا به شهوت یا بدون یگام مانعی، بدون یگام چیز قپیدن، آلت تناسلی، این از شکنندهای وضو حسابیده میشود. چهارم خوابی که در آن دیگر درک باقی نماند، حس انسان دیگر در آن نماند. در این حالت طهارت انسان از بین میرود. و پنجم از بین رفتن عقل، با مستی باشد، با بیهوشی باشد. مادامی که عقل انسان از بین رفت، طهارت انسان ناکامل میشود و شکسته میشود. و ششم خوردن گوشت شتر که این مسائل رو ما در فقه میسر دیروز با همراه شما بیان کرده بودیم. اما از این کتاب که هر مسلمان نباید از این مسائل ناآگاه بماند، اینجا باز مفصل با خوبتر زیباتر ذکر و بیان شده است. اما طهارت از حدث اکبر باشد، یعنی ناقضی هایی که غسل را واجب و لازم میگرداند، یعنی که در این مورد غسل کردن برای انسان واجب است. این را هم چیز ما باید مدی نظر بگیریم. بارک الله فیکم. طهارت از حدث اکبر باشد، این حالت تنها با غسل نمودن انسان خود را پاکیزه می نماید. به مانند نزدیکی کردن، انسان با زن خود اگر نزدیکی کرد انزال هم نشود، حتی اگر اینکه منی هم نبراید، برای او طهارت، برای او غسل واجب میگردد، مادامی که با همدیگر نزدیک شدن. یا اینکه برآمدن منی در بیداری یا که در خواب، برآمدن منی در بیداری یا که در خواب با شهوت. اما در خواب با شهوت برآمدن وای خواب دیدن ندیدن شرط نیست، مادامی که اگر انسان این را دید برایش غسل واجب میگردد. اما در بیداری باشد با شهوت بودن وای شرط است. و همچنین غسل از برای حیض و نفاس برای زنها نیز واجب میگردد اگر که پاکیزه شدن. و همچنین اسلام کافر، شخصی کافر که اسلام آورد مسلمان شد، در این حالت برای وای هم غسل نمودن واجب و لازم و حتمی میگردد. این حالت های هستند که برای انسان غسل کردن واجب میگردد. یکم نزدیکی با همسر، مادامی که همسر با یک دیگر نزدیک شدن که میفهمید، در این حالت غسل واجب میگردد، چی منی براید چی نبراید، خروج منی چی در بیداری چی در خواب، حیض و نفاس و اسلام کافر. و این همه چیزهایی که ما ذکر نمودیم برای درست شدن نماز و قبول شدن آن در نزد الله سبحانه و تعالی ضرورت دارد. یعنی که انسان از حدث اصغر و اکبر باید پاکیزه باشد. انسان خود را از حدث اصغر و اکبر پاکیزه نماید است. و سپس در این مورد با داخل می شود نجاست ها و احکام آن در اینم داخل می گردد. اولا قسمت اول ما میخوایم در بیان نجاست ها صحبت نماییم که رکن دومی از اسلام این نماز است. پس نجاست ها اخلاط انسان، پیشاب و اخلاط انسان و این چنین از همه حیواناتی که خوردن گوشت آن حلال نیست، حرام است. اینها چیز نجس هستند، ناپاک هستند.
و بدن انسان را بی‌نماز می‌سازد. اما پرتاب‌های حیوان‌هایی که گوشت آنها حلال است و مثل گاو، گوسفند و غیره آنها بی‌نماز نمی‌کنند. مذی و ودی میگویند. مذی حاضر ما گفتم که یک مائع، یک آب است که هنگام شهوت انسان پیدا میشد، هنگام بازی با همسر پیدا میشد. اما ودی باشد این هنگام برداشت کردن یکم سی وزنین یا اینکه هنگام بیماری از انسان میبراید. در این حالت ها غسل واجب نمیگردد، اما لباس انسان را بی‌نماز میکند یا اینکه طهارت انسان را میشکند. خون روان همچنین از چیزهای نجاست های حسابیده میشود. خون روان، خونی که جاری میشود، خون حیض و نفاس و همچنین لعاب دهان سگ و حیوانات درنده، گوشت خوک و حیواناتی که خوردن آنها حلال نیست نجس هستند، مانند خر و حیوانات درنده نیز اینها در نجس حسابیده میشوند. و همچنین مرده ها میت میگویند، چیزهایی که خود مرده هستند در احکام نجاست ها داخل میشوند، با استثنای مرده های بحری، خود مرده های بحری و مثل ماهی، هر نوع ماهی که در داخل بحر هست و مثل حشرات ها اگر ما بگیریم از ملخ، زنبور، مورچه، مگس، اینا استثنا هستند، اینا در چیزهای نجس حسابیده نمیشوند. مثلا در لباس انسان که اگر همین چیز پیدا شد و لباس رو به نماز نمیکند. اما در اینجا مسئله دیگری که مؤلف حفظه الله تعالی برای ما و شمایان ذکر و یادآوری میکند، شرایط برای نمازگزاری، یعنی انسان پیش از آنکه از برای ادا نمودن نماز برمیخیزد باید شرایط ها را برای خود مهیا بسازد. نمازگزار باید جسم، لباس و جایگاه نمازگزاری خود را از نجاست ها پاکیزه نماید که نجاست ها را برای شما حاضر بیان کردیم. و مانند استنجا کردن، پاک کردن هر دو مخرج از هر چیزی که از دو مخرج بیرون می شود، بجوز باد، هنگامی که باد اگر که از مخرج انسان برآمد، در اینجا استنجا کردن شرط و ضروری نیست. و همچنین دور نمودن بویهای ناخوب، سخن درباره شرایط برای نمازگزار، دور کردن بویهای ناخوب از جسم و از لباس و از مکان این حتمی است، حتی اگر انسان تنها گذار هم باشد، زیرا فرشتگان از آن چیزهایی که انسان آزار می‌دهد آزار می‌بینند. بارک الله فیکم. سپس مسئله دیگر یک احکام خردک که در این مورد، دست رسانیدن به نجاست‌ها وضو را نمی‌شکند. اگر شخص با وجود نجاست به خبر نماز بخواند، یعنی در وجودش، در بدنش، در لباسش نجاست باشد و از آن به خبر باشد نماز را خواند، نمازش درست می‌گردد. اما اگر هنگام نماز با وجود نجاست در بدنش اگر آگاه شد، امکان داشته باشد آن را از خود دور می‌نماید و نماز را ادامه می‌دهد. اگر امکان دور کردن آن نباشد، پس نماز را یک طرف کرده، از نماز برآمده آن را برطرف کرده، سپس از سر نماز می‌گذارد. بارک الله فیکم. و این عملیات برای درستی نماز و قبول آن نزد الله ضرور است. این عملیات برای درستی نماز و قبول آن در نزد الله سبحانه و تعالی ضرورت دارد. اولا طرز وضو گرفتن، طهارت گرفتن. اولین کاری که بنده انجام می‌دهد از برای وضو گرفتن این نیت کردن است. نیت که معلوم است برای همگان محل آن قلب است. از برای هر یک نمازی که انسان می‌خواند الکی این نیت است. سپس استعمال مسواک، پیش از وضو گرفتن استفاده بردن این مسواک نمودن دندان‌های خود، این مستحب است. سپس بسم الله میگوید، بعد مسواک زدن بسم الله میگوید. سپس شستن کفها 3 مرتبه، کفان دست تا بجولک تا بغمها 3 مرتبه شستن اینها. سپس مزمزه و استنشاق کردن، در دهان بینی آب را گرفتن و این را با یک آب در دهان در بینی آب گرفتن این سنت است، با یک کف آب هم در دهان هم در بینی و 3 مرتبه این مزمزه و استنشاق را انجام دادن. مزمزه در دهان آب گرفتن، استنشاق در بینی آب گرفتن، میگیری و میبرداری. استنشاق در اصل کشیدن گرفتن آب را در بینی میگن. و سپس پس از آن روی را 3 بار میشوید، 3 مرتبه روی را میشوید و حدود روی باشد، حدود روی از دمیدن موی سر تا زیر منه، از گوش تا این گوش، تا پهنای این گوش، تا جایی که موی میبراید و تا پایین منه، از این پایان با درازیش. و اگر مرد ریش داشته باشد که شایسته است که مرد ریش بماند، خود را با زنها مانند نکند، سنت است که ریشش را خلال نماید، یعنی در دست آب گرفته زیر آن را تر نماید. سپس شستن دستها را از نوک انگشتان تا بالاتر از آرین 3 مرتبه میشوید. از دست راست شروع نماید، سپس دست چپ تا بالاتر از آرینج میشوید. سپس پس از این سر را یک بار محض میکشد، دستان خود را ترک نموده یک بار تمام سر را، دست را تا پوش سر برده باز برمیگرداند. سر را محض کشیدن، انگشتان را به داخل گوشها داخل میکند تا با انگشتان کلان به بیرون میبرد و پشتی گوشها را همین خیل با انگشتان کلان یک بار همین خیل میشکد، چون گوشخان در سر داخل میشوند. سپس شستن پایها را از پنجه های پای راست شروع نموده، شستن را شروع مینماید با انگشتان پای
پایها 3 مرتبه، سپس پای چپ را نیز این گونه انجام می‌دهد و در آخر هنگامی که طهارت را به اتمام رسانید دعا می‌کند. دعای وضوئی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است که فرمودند اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. این دعا را میگوید که رسول الله گفتند اگر هر کسی که بعدی فارغ شدن از وضوء کامل گرفتن این دعا را نمود در این حالت بمیرد 8 در جنت برایش گشوده می شود. و بدون خواهر و برادر گرامی که مسح کشیدن بر روی بر بالای عمامه سله سربند میگویند و همچنین خمار زنها در حالت های مخصوص جایز و روا است و همچنین بر شکسته بندی ها گیبس میگویند. در این حالت ها هم انسان چی در حالت جنابت باشد چی در حالت بی طهارتی بی وضوئی باشد ضرورت پیدا شد برایش جایز و روا میگردد که مسح بکشد، اشکالی ندارد. و همچنین چیز نگفتن نماند که علاوه کردن بر تعداد شستن ها گفتم 3 مراتب است، از این زیاد نکند، یعنی که در آن اسرافکاری بیشتر را ننماید. این نامطلوب است. بارک الله فیکم. این است طرز درستی وضو گرفتن. بارک الله فیکم. سپس ما حاضر در رکن دوم قرار داریم. بعد طهارت گرفتن مسئله غسل را مؤلف در اینجا برای ما و شمایان بیان میکند. مسئله غسل این طهارت بزرگ است و غسل نمودن هنگامی که این لازمی است، یعنی چیزهای هستند که غسل برای انسان واجب میگرداند، چون اینکه در باب طهارت الکی ما بیان کردیم، هم خوابگی، نزدیکی یا اینکه با شهوت برآمدن منی انسان. و بدون ای برادر و خواهر گرامی که غسل نمودن با 2 طرز است. اولا طرز واجب میگویند، طرز واجب، و این اصول برای درست بودن غسل کافی میگردد. طرز واجب بودنش اولا در همه مورد در همه کار این نیت است که محلش قلب است. هر حالت هر چیز بدون نیت پذیرفته نزد الله نمیشود، نه که محل آن قلب است و با زبان راندن آن جایز و روا نیست. پس شاید کسی سوال کنه که چرا جایز و روا نیست؟ ما میکنیم همه میکنند، همه دلیل نمیشود. رسول الله اساسا برای ما دلیل است و صحابگان برای ما دلیل است و علما برای ما دلیل است. طرز واجب غسل که از سر انسان ساقط میگردد، یعنی آب را بر تمام جسم میریزد یا که میرساند با پاشیدن آب بر تمام بدن یا غوطه زدن در حوض یا که دریا یا که بحر به مانند اینها. مادامی که اگر انسان تمام بدن خود را با آب ترکد، این غسل واجب از سر انسان ساقط میگردد، یک انسان پاکیزه میگردد. این مسئله اول. اما قسم دوم طرز مکمل، یعنی طرز سنتی بودن غسل نمودن، یعنی که این اصولی که دویمی که ذکر می‌نمایم مکملتر و موافق سنت است. اولا که نیت محلش قلب است. نیت غسل را با قلب میکنیم، نیاز نداریم که آن را با زبان تلفظ کنیم. در آغاز بسم الله میگوییم. اولا شستن عضوهای خصوصی، عضوهای جنسی را از هر گونه آلودگی ها با دست چپ میشوییم 2 مخرج را. سپس وضو نمودن، وضو گرفتن، وضوی کاملی که تو از برای نماز وضو میگیری این گونه وضو گرفتن، بجز شستن پایها که شستن پایها را در آخر بعد انجام دادن غسل ما پایها را شسته از حمام میبریم. و شستن طرف چپ بعد آن که ما کاملا وضو گرفتیم آب را از طرف راست سر میریزیم. اول طرف راست جسم را سیراب میکنیم، پس آن طرف چپ جسم را، و سپس آبریزی عمومی میشود. آب را از بالای سر ریخته تمام بدن را سپس ما شکیده تر میکنیم و این کار را 3 مرتبه انجام میدیم. از بالای سر آب ریختن. بارک الله فیکم. و اینجا مسئله میشود که این خاص زنها است. غسل زنان مثل غسل مردان انا همین گونه که ذکر کردیم یادآوری کردیم بیان میشود، اما یک چند نقطه است. اولا غسل زن پس از حیض و نفاس نیز به همین ترتیب صورت میگیرد. غسل زن پس از حیض و نفاسش انا همین ترتیب صورت میگیرد، یعنی مادامی که اگر که زن از حالتهای حیض و نفاس در هر مورد در هر وقت قاق گشت، در حال این غسل را برای خود روا دیده غسل مینامد از آماده از برای نمازها. ولی در حالت حیض و نفاس مویهای بافته خود را باز کند، یعنی که انسان در زنی که در حالت حیض و نفاس قرار دارد هنگامی که قاق میشود میخواهد خود را بشوید مویهای بافته خود را باز کند، در حالی که برای غسل جنابت باز کردن آنها شرط نیست. در غیر حیض و نفاس باز کردن آنها شرط نیست که مویش بافته باشد. یک چند نقطه های مهم در اینجا ذکر می‌نماییم. اولا تمام جسم باید با آب رسد، تمام جسم را آبتر کند، از جمله گوشها، درون ناف، زیر ناخنها و هر پوست ظاهری که هست. و هنگام شستن احتیاط نما که از اسراف نمودن یا که اسراف کردن آب خودداری کنی، چون بعضی از مردم هستن که با 100 لیتر آب طهارت میگیرن یا غسل میکنن. بارک الله فیکم، الله خیرتان دهد. سپس مسئله بعدی که وابسته به رکن دومی از ارکان اسلام است، بعدی طهارت و غسل این تیمم های مقام هر دو این تیمم می شود. اگر انسان آب پیدا نکرد، چی در حالت جنابت باشد چی در حالت بی‌وضوئی باشد، های مقام آن را تیمم میگیرد. تیمم یعنی طهارت گرفتن با خاک
پاک با جای آب با جای وضو و غسل خاک قرار میگیرد. حالت هایی که تیمم کردن جایز میگردد اولا هنگام نبودن آب یا نداشتن قدرت برای استفاده آب، به سبب بیماری باشد، به سبب یگم احتیاجات دیگر باشد، یا که به سبب سردی هوا باشد، سردی شدید، خنکی شدید که انسان خوف و خطر ضرر یا هلاک را در خود حس می‌نماید. در این حالت برای انسان جواز میگردد که به جای غسل یا که به جای وضو تیمم نماید. و طرز تیمم یعنی تیمم نمودن چگونه صورت میگیرد؟ اولا نیت که محل آن قلب است، پس با زمین یا چیزی که قای مقام خاک را میگیرد یا که پیوست بر آن باشد مانند دیوار تیمم گرفته میشود. اصل آن خاک باید باشد. اگر خاک پیدا نشد، گرد و چنگی که از خاک تولید میشوند این هم قای مقام آن را میگیرد که هر دو پنجه خود را در زمین میزند و بر روی خود میمالد و با دستان خود تا همین بجولک، کفان دستان خود را با پشت تا بجولک میمالد. هر کسی که نمیتواند وضو یا تیمم کند، هر کسی که نمیتواند وضو بگیرد یا غسل نماید یا تیمم کند و کسی را ندارد که او را بر این کار کمک نماید، میتواند هنگام وقتی ادای نماز، هنگام رسیدن وقتی ادای نماز در این حالت ضرورت شدید که قرار دارد همان گونه کس نماز بگذارد. حتی در این حالت هم اثر انسان نماز ساقط نمیگردد و برای وی عذر نیست. بارک الله فیکم. امیدوارم که مسئله تیمم هم برای شمایان روشن شده باشد. سپس در اینجا مؤلف برای ما و شمایان مسئله دیگری را که بر این وابسته است سخن میگوید. محض کشیدن بر خفین، بر محسی یا که بر نسکی یا که بر پای افضل و غیر از این چیزها. پس معنای خف چی است؟ خف یک پای پوش است که از چرم یا مانندی آن، از پخته، لته و غیره ساخته می شود که برای پوشیدن بدن استفاده برده می شود. در این حکم نسکی، کشف ها، پای افضل و مانند اینها نیز داخل می شود. و هر کسی که خفین می پوشد، یعنی که محسی می پوشد، تنها بر بالای آن محس می کشی، نه بر پایان آن. چون که حضرت علی رضی الله عنه گفتند که اگر دین با عقل می شد ما با مردم امر می کردیم که بر بالای بر پایان محسی ها محس بکشد، نه بر بالای آن، چون انسان بر پایان آن را می گردد نه بر بالای آن. برای همین دین با عقل نیست بلکه دین با نقل است، با قرآن و سنت است. الله خیرتون دهد. اما برای بر محسی یا که نسکی یا که جوره و غیر محس کشیدن شرط های دارد. اولا هنگام پوشیدن ان همین نسکی یا که محسی باید با پای طهارت باشد، باید با پای طهارت باشد. همین محسی یا که جوره باید پاک باشند. اگر ناپاک باشند محس کشیدن بر آنها جایز و روا نیست. و محس کشیدن تنها در حالت حدث اصغر است، به وضوئی خرد است، نبودن وضو است جایز میگردد. اما در حدث اکبر جنابت بلکه آنها را میکشی، چون تمام بدن را شستن اینجا واجب میگردد. و این محس کشیدن باید در مدت معین شده که شریعت بیان کرده است باشد. برای شخص مقیم یک شبانه روز 24 ساعت، کسی که در سفر شرعی نیستند، و برای شخص مسافر کسی که در سفر شرعی است 3 شبانه روز 72 ساعت برای آن جایز و روا است که محس کشیده نمازش را خواندن گیرد. و اینجا مسئله می شود که این مدت از اول محس کشیدن حسابیده می شود. این مدت از اول پوشیدن آن محسی که نسکی نه، بلکه از اول محس کشیدن شروع می شود. اگر این مدت پایان یابد نمازگزار می تواند تا هر زمانی که با پای طهارت است نماز را بگذارد. یعنی که مدتی به اتمام یافتن محس یا که کشیدن محسی یا که نسکی این سبب باطل شدن طهارت انسان نمیگردد، زیرا پایان مدت وضو را باطل نمیکند بلکه تنها محس را از بین میبرد، من میکند و تمام. کشیدن محس را من میسازد و تمام. بارک الله فیکم. و سپس در اینجا یک مسئله کوچک دیگر را صحبت مینماییم. بعد در اینجا ما از این کتاب برای شمایان با همراه شمایان به اتمام میدیم این کتاب را. در اینجا میفرماید که شرط برای پوشیده کردن عورت، یعنی پوشاندن عورت، معلوم است که پوشاندن عورت بدن این یکی از شرط های قبول نماز میگردد و شخص باید عورت خود را پوشیده نگاه دارد و خود را از برای آماده ساختن نماز زیبا نماید به خاطر احترام و جایگاهی که الله سبحانه و تعالی در این مکانات قرار داده است. و برای مرد این معنای آن را دارد که او باید یک قسمتی از خود را باید در نماز محکم بدارد. و عورت مرد از زیر ناف تا زیر زانو است، عورت مرد از زیر ناف تا زیر زانو است. و عورت زن باشد تمام بدنش است، تمام بدنش است. الله خیرتون دهد. و در مسئله عورت مرد یا که زن در نماز، زن باید تمام بدن آن محکم باشد با جز چهره و کفان دست، حتی پایهایش باید محکم باشد، چون که غالب علما در این مورد این فتوا را صادر کرده هستند. و لباس زن یا که مرد شفاف نباشد و تنگ هم نباشد که در حالت رکوع و سجده عورت انسان نمایان بگردد، که گفتیم برای زن تمام بدن زن جز چهره و کفان دست محکم باید باشد. الله خیرتون دهد. اما برای مرد باشد انا همین چنین باید بدن مرد هم محکم باشد و با مایکه نماز گذاردن برای انسان جایز و
روا نیست، جایز و روا نیست. بارک الله فیکم. در مسئله عورت ما صحبت های کرده بودیم. باز ان شاء الله که در این مورد با مفصل برای شمایان ذکر یادآوری میکنم. در همین جا ما از این کتاب مبارک درس رو به اتمام میرسونیم. از درس های دیگر در وصف نماز پیامبر صلی الله علیه و ما داخل میشویم. در وصف نماز پیامبر صلی الله علیه و ما داخل خواهیم شد باذن الله تعالی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیه.